بریم با هم دیگه برای یه پیتزای خفن. تخت کارم یادم رفت همراه خودم بیارم. قسمت اول کره محلی، نوبتی هم باشه نوبت خمیرمونه. نوبتی هم باشه نوبت پنیر پیتزا مونه. هات دوگمون رو اضافه میکنه، فلفل دلمه‌ای، قارچمون رو اضافه میکنه. نوبتی هم باشه نوبت گوجه هاست. مرحله آخر پنیر پیتزا. خداییش خیلی پرملات شده دیگه. اینو باید آخر کار بهتون نشون بدم حتما. میذارم ویدیوشو، میذارمش رو بخاری زومی واسه 1-2 ساعت استراحت. اینم از اصل کار. فکر نکنین یه زمانی سوخته. برشته عالی درجه 1. صداشون بریم که با هم دیگه تستش بکنیم. گرمم هست. بسم الله. چه کردی کریم، چه کردی؟